سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومد به ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با هم یه میکاپ هالووینی داشته باشیم. خب تا شما ویدیو رو ببینید من موهامو ببندم که بریم شروع کنیم. چیزی که هست اینه که برای این میکاپ من میخوام یکم از کرم رنگ روشن استفاده کنم برای پوستم، به خاطر اینکه میخوام یه خورده صورتم رنگ پریده باشه و اون تم هالووینی، اون وایب مثلا ترسناک رو بده به میکاپم. برای همین میخوام کرمم خیلی روشن باشه. خب من آبرسان زدم، من میخوام فقط یه خورده مرطوب کننده بزنم. خب من تو این فاصله کرممو یه خورده با مرطوب کننده قاطی کردم. خب من فکر می‌کنم به همینجا کافی برای هالووین آماده شد. خب این از کرم. رنگش حالا خیلی هم از پوست خودم روشن‌تری، کوچولو هست، شاید 1-2 درجه. این از کرم. بریم کانسیلرم بزنیم برای اینکه میکاپ خب کانتور اینا نداره. کانسیلر بزنیم و بعدش هم باید خشک کنم صورتو. پارسال که ما فکر کنم نزدیکای همین هالووین و اینا درگیر مسافرت بودیم، خواستیم با دوستامون بریم جنوب. میکاپ هالووین نکردیم ولی سال قبل ترش واسه هالووین من یه میکاپی که شبیه به الیفویناس انجام داده بودم برای یکی از دوستام. یه میکاپ حالت سرخ پوستی انجام دادم. فکر کنم همین. ولی سالهای قبلش مثلا برای دوستان باز میکاپ کرده بودم. امسال حالا قرار بود که با هستی هم یه ویدیو داشته باشیم ولی نمیدونم که برسم انجامش بدم یا نه. قصد داشتیم برای هالووین هستی رو تبدیل به کلئوپاترا کنیم. حالا نمیدونم برسم یا نه. صورتم خیلی کم پودر میزنم. بریم سراغ انجام کریم. یه دونه از این چوبای چی بهش میگن، سیخ چوبی احتیاج دارین. رژ لبتون رو برمیدارین. واقعا دلم نمیاد رژ لبمو خراب کنم. خب به این حالت
جالبه. بذار آینه ببینم. میدونم این خط کج شد. فکر باید هر باری که اینو میزنی روش رو بیای. خط بعدی وقتی ویدیوهاش رو نگاه میکنی که در این کار انجام میدن خیلی آسون و ساده به نظر میرسه، ولی وقتی خودمون انجام بدیم فهمیم که نه، به اون سادگی هم نیست. اینم از 4. اوکی. این 4 تا خط و باید بریم این سمت. اینو میخوام از بالا شروع کنم. کج شد. چرا کج شد؟ جا داره بگم که این ویدیویی که از روش دارم میکاپ انجام میدم دخترمه عزیزم برام فرستاد و گفتش که خیلی قشنگه، میتونی به عنوان ایده هالووین انجامش بدی. نمیدونم این ویدیو رو میبینه یا نه، ولی ممنونم از اینکه برام اون ویدیو رو فرستاد. یه خط دیگه و تمام. این از خط اولیه. حالا من میخوام با یک دونه از این خط این شکلی از این 2 تا رنگ ترکیبشون این خط و خطوط اینو صاف و صوف کنم دیگه. قلم هم این شکلیه. قلم تقریبا نازک. این کار خیلی تمرکزیه برای من. سعی میکنم حرف نزنم. نفسم به دور میکشم واسه. خطهای این بر درست شد، این برم باید رو بکشم. وقتی اینو میکشم خیلی راحت تره. دوستان شما خواستید امتحان کنید بکشید رو صورتتون، جوری صاف و صوفتر در میاد تا اینکه اینجوری بکشید، این شکل بکشید. البته اینجا نمیشه چون تو چین و چروکه. اینجا به پایین میتونید بکشید.
من این خود پخشش کردم. من یه دونه مداد این رنگی هم دارم، میخوام با اینم یه خورده بکشم. یه براش این مدلی برداریم. خب بعد سعی کنید که گوشه های اینو محوش کنید. خب حالا بریم سراغ خطای این قسمت. فرموژه برمیدارین و باز روژ لبتون این بالای بالاش فقط. میشه ها، ولی خب خیلی درد سر داره. من ترجیح میدم با قلم بکشم چون دور و برش هم کثیف میکنه. نمیدونم میشه یا نه. نقاشی روی صورت واقعا کار سختیه. خوبه. نه به نظرم خوبه. اینو بذارید کنار، با دست بکشید خیلی راحت تره، یعنی تمیزتره. این هم خیلی وقت گیره، هی باید هر سری بهش روژ بزنیم. همین که یه خورده ممکنه اینجاها از خط بزنه بیرون، ولی با قلم و این پلته بکشید خیلی راحته. خب حالا با این براشه اینجاهاشو میخوام میخورده به سمت پایین فید کنم. به قول سامی که میگه صلاح و مصلحت در اینه که من از یه پرستای استفاده کنم و اینو خوش کنم، چون خیلی راحت پخش میشه و من نمیخوام که پخش بشه. پس با سایه
روشو خوش میکنم. خانم کارا آمده. یعنی یه جوری توی ویدیو نشون میدن که این میکاپ آسونه، وقتی تا انجامش ندیم واقعا متوجه نمیشین که چه چالشایی داره. من تصمیم گرفتم که با پودر یکم خشکش کنم. میکنم عاقلانه ترین کاری که از اول میتونستم بکنم همین بود. خیلی راحت بود. 2 ساعت یعنی داشتم خودم میکشتم که با سایه، البته بعدم نشد، خب سایه باید میزدم به هر حال روش، ولی با پود خیلی آسون بود. یا میتونستم مثلا پود بزنم بعد با سایه بکشم روشو، ولی اشکال نداره، مهم نتیجه است که اوکی. اوی بچه ها، شما اشتباه من رو نکنید. اول با پودر، خب وقتی که با قلم و چیز بیس چربتون میکشین، اول پود بزنید روش، خب بعد با سایه اگه میخواین روش رو پررنگ کنید یا مثلا یه خورده فید کنید خطاشو. اون کار که من کردم نکنید، چون وقتی الان سایه میزنم روش خیلی راحت بدون هیچ دردسری سایه میشینه روش و اصلا پخشم نمیشه. پس اول فیکس کنید با پودر، بعد اگه خواستید روش سایه بزنید. نکن الان راحت روش میکشم، زیادم لازم نیست همه جاشو بزنم، یه خورده فقط جاهایی که فکر میکنم به رنگ بیشتری احتیاج داره. برای این مرحله میخوام برم سراغ یه سایه مشکی زیر چشممو مشکی کنم. دوست داشته باشیم میتونید این کارو با مداد هم انجام بدید، ولی به نظرم بیس چپ برای امروز کافیه. من امروز بنز کافی از بیس چرب استفاده کردم. دستتون بازه، میتونید قشنگ سیاهو تا پایین ماینا بیارید. اینم از تیرگی بن موژم. من لثه داخلی چشممو سفید کنم. بن موژه
میرسیم به لب. خط لب مشکی، البته خط چشه و میخوام بزنم به لبم. باش خط لب بکشم. این پشتش این خطاشو فکر کن. به خودی خود خیلی خوشگله. خب حالا رژ قرمز. یکم از این. یکم قرمزش برای این روشنه، برای همین با همین پالت ترکیبش میکنم با این رنگ جیگرش. و تمام. اینو از میکاپ هالووین. امیدوارم که دوستش داشته باشین. حتما نظراتتون برام بنویسید. لایک کامنت یادتون نره. کانال حتما سابسکرایب کنید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه. بای بای.